در اینترنت ویدیو پیشدستی یک زن که کلچه گزیده پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون را چالو کنه به قول مردم قبض زده گرفت پرتماشابین شده است. امامعلی رحمون که با سفر کوری در نویه وخش قرار دارد، روز 14 دکامبر سال 2023 در نویه کوشانیان در مراسم افتتاح سردخانه شرکت سامان اگرو صنعت اشتراک کرد. گفته می شود که در این سردخانه فعلا می توان تا 2000 تن میوه و سبزیجات و بعد انجام مرحله دوم ساختمانش زیاده از 4500 تن میوه و سبزیجات جایگیر کرد. دستگاه‌های زمانوی از کشورهای ترکیه و ایتالیا وارد گردیده حرارت داخل سردخانه را از 5 درجه گرمی تا 10 درجه خنکی نگاه می‌دارد. چون این شرایط امکان می‌دهد که میوه و سبزیجات تر و تازه و با صفت نگاه داشته شود. اما بازدید امامعلی رحمون از این کارخانه بیشتر با رفتنش به پیش زنان نانپزی که در نزد یک تندور گرد آمده بودند در خاطر نقش بست. امامعلی رحمون یک کلچه گرم از تندور کنده شده را گرفته کمی از آن چشید و سپس خواست که آن کلچه را به کسی دراز کند. ولی یکی از زنهای نانپزی که در پهلوی پرزیدنت ایستاده بودند چالاکی خاصه نشان داده آن کلچه را از دست پرزیدنت قبض زده گرفت. امامعلی رحمون را از این حالت خنده‌اش آمد.